به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه‌ای که امروز تقدیم نماییم باز هم در قضیه همان قتل سید اعظم رحمانوف است که از این حادثه دقیقاً 1 ماه گذشت. با گذشتی رسا 1 ماه از مراسم هولناک و دهشتبار دفن سید اعظم رحمانوف، جوان 29 ساله تاجیک که جامعه کشور را در حالت شاک قرار داد، مقامات تاجیکستان هیچ گونه اظهار نظر و واکنش نکردند. اگرچه رسانه ها و شبکه های اجتماعی از جمله اصلاح با صراحت و قطعاً در قتل این جوان کمیته دولتی امنیت ملی و شخص رئیس آن اس یتیموف را مقصر و مجرم اعلان نمودند. سکوت این نهاد ضد ملی در واقع علامت رضای آنهاست. در برابر واقعیت و حقیقت تلخ که آشکار شد چی هم می گفتند. حالا بگذار از سکوت آنها بگذریم، چون هیچ لام و میمه برای تبرئه خود ندارند، چون این بار نخست نیست که دست آنها آلوده به خون جوانان مسلمان و متدین تاجیک می شود. سوال این است هدف آنها از این کشتار وحشیانه و روی راست چیست؟ و آیا قتل یک مرد مسلمان تاجیک، یک ساکن عادی کشور، پایان کار آنها خواهد بود؟ خوب بیننده عزیز و گرامی، چنانه که ما در عرفه 1 ماهگی یا 1 ماه از قتل سید اعظم رحمانوف می‌گذرد که از اظهار نگرانی هومن رایتس واچ از مرگ سید اعظم رحمانوف 29 ساله که در بازداشتگاه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، بیانیه این سازمان بین المللی معتبر روز 11 نوامبر نشر شد که آن را همه‌تان می توانید در رسانه ها در آزادی و در بسیاری از دیگر رسانه ها نیز بخوانید که واقعا این سازمان یک هشدار داده است که مثلا نوشته سید اعظم رحمانوف از سال 2019 در آلمان میزیست. به نقل یکی از پیوندانش و تابستان امسال خوب قضیه معلوم است و در ادامه این نامه آمده است که هیو ویلیامسون مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر روز 11 نوامبر مرگ سید اعظم را از سلسله پرونده های مربوط به تاجیکان مقیم آلمان نامبر کرد که پس از بازگشت به تاجیکستان با پایمال شدید حقوق بشر یا بدتر از آن دچار شده اند. خوب واقعا هم یعنی خیلی این یک هشداری جالبی هست برای مقامات تاجیکی، یعنی این یک دهشتبار و یک رقتبار است. خب اکنون میگذاریم به ادامه برنامه خودمان. بیننده گرامی، نامه از یک نفر سابق کارمند بلندپایه مقامات قدرتی تاجیکستان به دست اصلاح رسید که با این و دیگر سوالهای این قتل وحشتناک تا حد پاسخ داده است. نامه سابق کارمند بلندپایه مقامات قدرتی: بیش از 4 عصر، دقیقاً 27 سال با این حکومت بودم. شاگردان من امروز در تمام ساختارهای قدرتی کار میکنند، وظیفه و منصب دارند. برخی به رتبه ژنرالی رسیدند، برخی مثل خود من بازنشسته شدند. برادر، این را باید بگویم که برنامه های شما را تمام مقامات تماشا میکنند و نوشته هایتان را میخوانند. من نیز نوشته های شما و دیگر رسانه ها را درباره کشتار سید اعظم خواندم و به این خلاصه رسیدم که در شناخت امام علی رحمانوف تا حال مشکل وجود دارد. بسیار وقت قبل میخواستم همکاری با اصلاح را آغاز کنم، اما با ملاحظه های زیاد آن را به تأخیر می انداختم. نه آنگونه که گوید جرأت و جسارت نداشتم. سالهاست از این حکومت سخت ناامید شده ام، ولی محض حادثه کشتار وحشیانه سید اعظم رحمانوف، جوان بیگناهی که در آلمان کارهایش رونق یافته و تنها برای گرفتن یک سند به وطن آمده و در آستانه بازگشت بود، کاسه صبرم را لبریز کرد. نشستم و نوشتم و اکنون این نوشته را به شما میفرستم. شما در برنامه منبر مهاجر شماره 371
این فکر را بیان کردید که امام علی رحمانوف برای سرپوش گذاشتن به این کشتار و از زیر توجه افکار عمومی برآوردن سر و صداها در اطراف آن بلاگری چچن تبار اصحاب تمایف را به دوشنبه آورد تا به شور و شر و شوی آن حادثه از ذهن مردم دور شود. چون که ما در برنامه خوب چون این صداها نیز تحلیل ها نیز صدا داده بود که گفتیم رحمانوف حکومت را با جنگ و خونریزی به دست گرفته است. در ادامه نامه می نویسد وی در شرایط آرام و آسوده نمی تواند حاکمیت کند. اکنون که حاکمیت را عائلوی و اولادی گرداند تمام برنامه و هدفش این است که این حکومت را بر بالای سر مردم هرچی بیشتر حفظ و طولانی کند تا امروز با این ملت هرچی خواست انجام داد. بله، اصحاب تمایف را نفران نزدیک امام علی رحمانوف آوردند، در این شک نیست، وگرنه کی میتوانست برای یک بلاگر تمام راه شمال شاهراه دوشنبه خوجند را بندد و صدها کارمند میلیسیا و امنیت را برای قراولی شوی او سفربر کند. در این هیچ شک نیست. ولی با این پنداره که اصحاب تمایف را تنها برای کشاندن هوش مردم از حادثه سید اعظم رحمانوف آوردند با شما موافق نیستم. خب این پیری کار موافق نبوده است جناب گنرال. با من باور کنید که قاتلان او فرمان نابودی سید اعظم رحمانوف و امثال او را بر وقت در دست داشتند. در ارتباط به همین نسل آدم کشه های رحمانوف نه مقامات او دهها شاید صدها دلیل و مدرک آورده میتوانم. شما با آرامش مطالعه کنید و سپس خلاصه بکشید که گفته های من واقعیت است یا خیال. در ادامه آورده است کشتار 25 سرباز و افسر وزارت مدافعه در دره کمراب. دیگر زنده دستگیر کردن و سپس به قتل رساندن علی بدکی. دیگر کشتار میرزا ضیا. دیگر فرار محبوسان از زندانی کدام از جمله برادر غفار میرزا، البته فرار را داخلی ناخنک است یا کویچکا. دیگر تشکیل و صحنه سازی بنام آشوب حاجی حلیم، پرونده گنرال عبدالحلیم نظرزاده و با این بهانه بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و زندانی کردن راهبران آن. دیگر زهرآلود کردن زندانیان هنگام عتاب در افتزک ها. دیگر کشتار ایشان سید خیامدین غازی، مخدومی عبدالستار، شیخ تیمور در محبس و پسر و برادران گل مراد حلیموف. بله. دیگر حادثه پاسگاه مرزی ناحیه رودکی با ازبکستان. دیگر قتل عام مردم به سلاح دادخواهی ناحیه روشان. اکنون بیننده گرامی در این نامها و همه آنچه که آورده از غیر از همین افسرانی که در وزارت مدافعه در کمراب کشته شدند و دیگر اکثری یعنی که این حادثاتی که هست همه همین ها تقریبا به ریشدارها مربوط است. خب دقت کنید بیننده گرامی که رحمانوف چگونه دشمنی این دین و آیین، دشمنی مقدسات و دشمنی همه آنچه که این ملت و مردم دارد واقعا درست قید نمودند. همه این حلقه های یک زنجیر است. قتل سید اعظم جوان 29 ساله تاجیک ادامه همین زنجیره می باشد. کشتار سید اعظم جوان 29 ساله تاجیک هم ادامه همین کشتارها است. باورم کنید قتل سید اعظم رحمانوف تصادفی، ناخواسته و ناگهانی نیست. این کشتار عمدی و هدفمندانه است که بر مبنای برنامه کار و دستور خود رحمانوف به اجرا درآمده است. کشتار سید اعظم به منظور ایجاد و ساختن فضا و محیط ترس و وحشت و تقویت دادن آن به عمل برآورده شده است. همه این وحشانیت با سپارش مستقیم امام علی رحمانوف صورت میگیرد. طراح و فرمانده اساسی خود اوست. این سلسله قتل و کشتار ادامه و تقویت سیاست دهشت افکنی ترور دولتی است. جامعه تاجیک باید همیشه تحت ترور فیزیکی و پسیکولوژی قرار داشته باشد. ترس و هراس در ذهن و مینه تاجیک، جاسازی، مهر و موم، حق و به گفته عبدالله رهنما نهادی نمی شود. در غیر صورت امام علی رحمانوف و ماشین حکومت وی مثل مرکبی که در گیل درمانده است حرکت کردن نمی تواند.
این همه را خود امام علی رحمانوف میخواهد، بله خودش تشکیل میکناند، نه برای آن که نشان بدهد که او را مردم میخواهد، برای آن که علاوه چشم بگیرد، بترساند، ترس را تا عمق جان و استخوان مردم وارد و تزریق کند. ترسی بدنی مردم است که رحمانوف تا امروز در قدرت مانده است. برای همین است که رحمانوف هر از گاه حادثه های کشتار را تشکیل میکند و میکشد تا ترس از روح و تن مردم بدر نشود. وقتی ما علی بیدکی را زنده دستگیر نمودیم، خود رحمانوف دستور قتل او را داد. وقتی میرزا ضیا به نزد ما از ماشین فرامد، ما دستور گرفته بودیم که او را بکشیم، زنده نمانیم و ما هم این دستور را اجرا کردیم. وقتی جوانها در خاروخ میخواستند مذاکره کنند، دستور تیرباران آنها را خود رحمانوف صادر کرد و آشکارا هم اعلان کرد که دستور بی‌ضرر گرداندن آنها را خودش داده است. بله، فکر میکنه چرا؟ برای آنکه همین ترس و وحشت کی بود نرود. های ما امر دادم که بینه تو حد امکان یاروغ به دستور را بی‌ضرر گرد یا که با دستگیر کنید با اونم حالی بخیر. پایه های حکومت امام علی رحمانوف بر بالای ترس استوار است و ما مردم تاجیک باید سخت بترسیم. ترس در درون ما ریشه دواند، تخم و بچه کند. باید سخت بترسیم از امام علی رحمانوف، آنچنان ترسیم که از خدا نعوذ بالله آنقدر نترسیم. زیرا امام علی رحمانوف خوب میداند که وی از آن خلق نیست. وی را یگان بار خلق و ملت تاجیک انتخاب نکرده است و وی خلق را باید ترساند و همیشه در قبضه‌اش داشته باشد. خود همین جریان حادثه کشتار سید اعظم، از کشتار تا گذاشتن در گور را یک بار تحلیل و ملاحظه کنید که آیا یک حکومت و یک دولت با یک شهروندش همین گونه مناسبت میکند؟ به نظر شما اصحاب تمایف را آوردند تا بالای سر و صداهای برخاسته پرده بکشند و سرپوش بگذارند و یا بعد کشتارهای مانند گویا همین گونه کارهای را میکنند که این حادثه که انگیزه ضد حکومتی بار آوردن است در افکار اجتماعی حذف و سلب بشود؟ نه برادر، این یک خوش نظری، دل خوشداری، خوش باوری، تسلا و تسکین دل است و بس. رحمانوف چرا باید از افکار مردم بروبد؟ مگر کاری اصحاب تمایف حادثه خوبه بود؟ در نتیجه راهبندان کودک یک زن پنجکنتی در حالت مرگ قرار گرفت و معلوم نیست که زنده رسید یا نه. چرا از افکار مردم بروبند؟ مگر وقتی کشتند نمیدانستند که آوازه آن در تمام کشور و خارج از آن پهن و تیت و پاش می شود؟ فکر نمی کنید که برعکس همین سر و صداها آوازه های بیمنگز برایشان لازم بود؟ و حالا اگر تمایف را نمی آوردند، فکر میکنه چی میشد؟ نپل میشد؟ اصحاب تمایف پرده برای فراموش کردن نیست برادر. کدام چی بیزنسی کرد، کدام خوش آمد زد. ببینید، مهم نیست که امام علی رحمانوف گفته باشد که سید اعظم ریشدار را بکشید. بله، مهم آن است که سیاست دولتش همین است. انا این است، همین طور است، ضد ریش و حجاب و هر کس که این سیاست را تطبیق و اجرا میکند تحسین و تشویق می شود. چنانه تمام سستوی وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و پروکراتور بعد حادثه قتل عام روشان در سالهای 2022 و 2023 با جوایز و پاداشهای دولتی تقدیر کرده شدند. در اصل و عمل حادثه قتل سید اعظم کار خود، میسیه خود را اجرا کرد. برای رحمانوف هم همین مهم است که وقتی از در خانه‌ات میبرایی باید مسئله ریشت را بینی، یعنی بدانی و آگاه باشی که ریشت تهدید و خطر حیاتی است. و رحمانوف گفته ایستاده است که من برای ریش شده میکشمتان. رحمانوف توجه مردم را به دیگر طرف نکشیده است، پنهان نساخته است. برعکس وی میخواهد که این حادثه هرچی بیشتر گفته و آوازه بشود و مردم بداند و بترسد که ریش سبب مرگ خواهد شد. یک سوال به شما، اگر اصحاب تمایف نمی آمد چی میشد؟ مگر تظاهرات و اسیان و قیام میشد؟ جامعه ما جامعه است که تظاهرات برپا میکند. چون این باور دارید ما خود را گول میزنیم، فریب میکنیم، خوش میداریم که برای جلوی این آوازه ها را گرفتن فلان کرد. اما امام علی رحمانوف کارش را کرد و کرده ایستاده است. سید اعظم را کشت و ترس و وحشت را رکلام کرد
وای این کار را کرد که نشان دهد، اثبات کند که وای زوری زور، سوپر زور است. سنگ آسیایی که چی تمام خلق تاجیکستان را در گیردی خوب دیگر فلانت میچرخاند. ما باید خیال بافی را بس کنیم. این گونه افکار و پندار در یک جامعه متمدن، در یک جامعه و مملکتی که خلق واقعا صاحب دولت است، خلق در اداره دولت نقش کلیدی میبازد، خلق فردا آواز نمیدهد، صدق میکند و رب دارد. در کشوری که یک کس هر چی بخواهد همان میشود، چی رب دارد؟ حاضر امام علی رحمانوف همین زیلش را خواست و اشتباه نه در آن مسیر و برنامه‌ای که برای خود و حاکمیتش دارد درست پیش رفته ایستاده است. وای سید اعظم را، سید قیام الدین غازی را، میرزا ضیا را، علی بیدکی را، محمد باقر را و دیگرها را دانسته و آگاهانه کشت. یک مثال عادی، همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی مثل سگ، از سگ هم زیادتر بر رحمانوف خدمت کرد، اما این موی سفید که در آستانه 80 را برای هیچی برد و شنان و مال و ملکش را مصادره و متلاشی کرد. برای یک چنین انسان مگر تقدیر سید اعظم کدام اهمیت دارد؟ کدام رگ عدل و انصافش را میجون باند؟ نه، مفتیش و یا هر کسی دیگر که او را کشت قبل از آن که بکشد میدانست و دانسته کشت، خواه توسطی تاک و خواه با زدن و نفس گیر و گلوگیر کردن. اگر نه رحمانوف پرسیش میکرد که کی کشت شهروندی مرا، کی زنده و سلامت فرودگاه آمده بود، کی کشت و قاتل باید مجازات بشود، اما نکرد و نمیکند. مگر کجای شنیدید که قاتل او مجازات شد؟ نه، هرگز انتظار هم نباشید. برای آن نمیکند که سید اعظم ها بیشتر بترسند، کار نکنند، تمایف را آوردند که بگویند اینها زورند، بخواهند مگیسترال را میبندند. این طور نیست که آورده باشند تا از این آوازه ها پیشگیری کنند. برای این آوازه ها 1 روز 2 روز کافی است. خود این آوازه غل میگردد، تاب میخورد، راهش را یافته رفتن میگیرد. بله، امام علی رحمانوف یک مانستر، یک هیولا است که فقط برای خودش کار میکند. دیگرها هم باید در محور و مدار وی چرخند. دیگرها مثلا روباه، شغال، خرگوش، سنجاب، آهویند، اما شعر وی است. بخواهد میدرد، بخواهد میکشد، بخواهد زندان میکند، بخواهد فلان میکند. شعر این یعنی رحمانوف، این یعنی رستم، این یعنی حسن، این یعنی محب. شعر حتی آزاده و تخمینه است که فلان نداشته باشند هم فلان میکنند کسی را خواهند. بله، توایف را نه آوردند که این آوازه از حد گذشت و انگیزه تظاهرات و اعتراض و انقلاب می شود. این پندار و این گمان ها خیال های شیرین است که با آن تسلی می دهیم، تسلی یافتنی می شویم و زدگی تا آخرین لحظه می زند. راهی برگشت ندارد، به هیچ کس اعتماد ندارد رحمانوف. بله. محمد سعید عبیدالله را گرفت و رستم را آورد که ادامه زندگی تأمین کند. وی باید فقط زند، کشد، زندان کند. بله، درست فهمیده. راه دیگر وجود ندارد. از این خاطر آنها که امید دارند رستم می آید تغییر می شود خوش باورند. رستم دوامی همین است، بدتر، زیشتر، سختتر و دهشتناکتر می کند. سبکی و سهولت نمی دهد. به حدی که می گوید رحمانوف خوبتر بود. همچنان حالا در محکموف و رحمان نبیوف پزمان شده ایم که ای کاش که آنها می بودند. طبیعت نظام های خودکامه و دیکتاتوری همین است. رستم نمی آید که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و به اصلاحات خواهان و به گروه 24 بیایید گوید، صدای را سر دهد، زید سعیدوف را سر دهد، محمد علی و سید عمر حسینی و دیگرها را سر دهد. نمی کند، دیگرها را می برد در برشان. از رستم امیدواری از دهن مار شکر، از گاوی نر شیر، از کژدم محبت خواستن است. بله، امام علی رحمانوف و دومی وی فقط به زور تن می دهد. به اجازت رحمانوف اس یتیموف با زنش خواب نمی رود. به اجازت اس کارمندانش شدت تاک، تاچکای مرگاور، حجم و وزن ضربه همه اش را می دانند. این طور نیست که رحمانوف نفهمید و نفهمیده باشد. اگر امام علی رحمانوف شریک این جنایت نبود،
پرونده باز میکرد. چرا پرونده نکرد؟ مطمئن باشد که پرونده افتتاح هم نمیکند، برای آنکه ریشدارها را قبول ندارد. برای وی ریشدار دشمن است. میخواهد بیشتر بگویند که ریشدار را کشتند. مخالفت و تنفر خود را در نسبت این قشر جامعه آشکار میکند. ریشدار را مخصوص کشتند تا دیگرها را در قید بندی ترس و لرز نگاه دارند، تا بند مغز استخوان جا شود. یک بار بپرسید که علیه حادثه قتل زندانی ها پرونده باز کرد مگر؟ در قتل میرزا ضیا کسی را دستگیر و مجازات کرد؟ جوابگر نیست، جواب نمیدهد، حتی نمیپرسد. این یک سیاست حساب شده است. میخواهد هرچی بیشتر وهم‌آور، دهشت آفر، وحشت انگیز در تمام کشور پهن شود. یعنی رکلمه قدرت و زوری رحمانوف می شود. بله، مگر رئیس یک دولت از زیر دست نمیپرسد که چرا این حادثه روی داد؟ سبب نپرسیدن میدان چی است؟ سبب نپرسیدنش آن است که مردم هر کدام در درون خود به این حادثه خلاصه بیابد که نباید با این حکومت سنومن کرد، چون که خود رحمانوف با اینها است و حرف درون امام رحمانوف هم برای مردم این است که همیشه از وی ترسیده گردند. امام رحمانوف میداند که اگر سر راهی سید اعظم رحمانوف و سید اعظم ها را نگیرد، سر وی را میخورد. امام رحمانوف دشمنش را از خیلی وقت پیش شناخته است. ریش به ریش ها را بگذار 100 سال دعوای اپوزیسیا کنند، نقض نمی‌بیند هم احساس خطر نمی‌کند. ما نباید خوشبین باشیم که رحمانوف درک ندارد. رحمانوف جواز کشتار نفرها و به خصوص جوانهای با قیافه و اندام مذهبی را بر وقت داده بود. رحمانوف میداند که ایمان و وجدان و ناموس ریشدار، منظورم ریشدار مسلمان، چگونه و تا کجا قایم و استوار و سخت است، چون به آنها روبرو شده شتای آنها را کم نخورده بود. رحمانوف خوب آگاه است که همان قشر مقاوم و مبارز ریشدارهایند و ای ریشدارها را همین طور پوبلیچ نمیکشد، آینده هم میکشد. سوال اساسی این است: چرا یک ملت باید برای یک عائله اینقدر قربانی دهد؟ این عائله تمام دارایی و ثروت را صاحب شده است. این عائله تمام اختیارات ما را گرفته است. اراده ما را، غیرت و جسارت و شجاعت ما را کشته است، اما باز هم قناعت نمی کند و کشتن ما را ادامه می دهد. چرا؟ مردم تاجیک تا اینجاها پست و پایین شد، تا اینجاها خار و ذلیل شد، تا اینجاها همه چی را از دست داد. علتش این نیست که رحمانوف زور است، علتش در اصل این است که اپوزیسیای درست و حسابی ندارد. وقتی دو طرف جنگ تشکیل حکومت کرد و یک طرف جنگ در حکومت ماند، طرف دیگر جنگ که از حکومت برچیده شد نه روز خواهد داشت و نه زندگی سالم. روز ندارد، اگر داشته باشد هم خوش و آرام نه. شما طرف دیگری رفته جنگ گفته فقط یک گروه را به نظر نگیرید. طرف دیگر جنگ در عمل و در واقعیت از نصف زیاد خلق تاجیکستان بود که حالا روز ندارد. برای همین اینها این طرف جنگ هم برابر آن طرف جنگ باید میرفت. امام رحمانوف طرف جنگ است، بلکه خود جنگ است. همان قماندان افناسی وی میزند، له و لورده میکند، شکسته و تیکه پاره میکند، چون با همین راه آمده است. راه دیگری را رحمانوف بلد نیست و در آینده هم بلد نخواهد شد. این که برایش چپق میزنیم، این که دخترها را قطار مانده پیشواز میگیریم، این که در وصف شعر و غزل و داستان میسراییم، این که از تنش 113 کتاب مینویسیم، این که هیکل مادرش را میگذاریم مریم گورسوخته را، مکتب به نامش میمونیم و از این قبیل خوش آمد و تملق میزنیم. هم خود ما و هم خودی وی میدونیم که دروغ است، ساخته و صنعی و جعلی است. خود رحمانوف همه اینها را میداند، اما رواج میدهد. چرا؟ برای آنکه ریشه این همه کارها در ترس است و رحمانوف تمام تلاش و اقتدارش را برای عمیق‌تر و شقورتر بردن این ریشه روانه کرده ایستاده است. باید ترس درون قبط به قبط، مغز در مغز، ته به ته جاری بشود، جای بگیرد، در درون قبرغه وجولی پا رود.
در دل و گرده شیند، آن وقت و آنگاه رحمانوف آرام است، راحت می شود. بله، کار بکند که از ترسی وی در سری دسترخوان گفته شود. میش کنند، پیچ کنند و به خلاصه بیایند که سری خم شمشیر نبریده است، دهان پوشیده ساعت طلا گفتند. برای همین وی منفعت دار است که آوازه کشتار سید اعظم هرچی بیشتر باقی بماند، نه که از ذهنها پاک بشود. هر از گاه تشکیل کشتار و زندانی کردنها با همین مقصد است، چون که محض همین ترس ابزار و سلاح اساسی قدرت امام علی رحمانوف است. پیام اساسی این کشتار و کشتار ایشان سید قیام الدین غازی، مخدومی عبدالستار و امثال اینها این است که رحمانوف با ریشدارها سازش نکرده است و مراسا هم نمی کند. رحمانوف خوب می داند و این واقعیت هم هست که امروز است فردا است با دستان همین قشر سرنگون و زوال می شود. همه‌شان می دانند دشمنش را درست شناخته است. برای همین تا آن روز که هست و می ایستد اینها را کلکوبک، بوغی و سربنست می کند. امام علی رحمانوف می خواهد که هرچی بیشتر ریشدار، حجاب پوش و ملا و مسجدی شکسته و کشته شود. چرا؟ چون که قشری است که ناموس، ننگ، شرف و غیرت و جرأت و جسارت با وی یار و همراه است. بله، برادر محمد اقبال، من در آخر این نامه‌ام که گمان میکنم باز ادامه خواهد داشت یک چرا علاوه کردنیم. مردم به این حکومت گپ دارد، گپی زیاد دارد، اما گفته نمیتواند. گپ مردم سالها خیروار و ذخیره شده است. مردم از گپ زدن میترسند. گپ این مردم مشتی گره خورده، گپ این مردم خشم و غضب و نفرین شده است و امام علی رحمانوف این را خوب و واضح و روشن میداند که در دل مردم درد و داغ آنچنان جمع شده است که یک کمی امکانیت دهد این گپ ها حکومت را ویران و خراب میکند. برای همین امکانی گپ نمیدهد، نمیرود دهانهای یکایک تک تک را بدوزد، 307 میزند، ریشدار را میکشد. فرق ندارد که در زندان یا در آزادی میکشد، میشکند، گریزه میکند و این 307 و این کشتار همان رشته دهندوز میشود. هدف و پیام دیگر قتل سید اعظم همین است: گپ نزنید، نفس نبرارید. مچید که آمدی نمازت را خانوی برای رو. در سیاست خوش نشو، در سیاست خوش شدی جهت کنجی زندان. آدم عقل دارد، سواد دارد، هیچ وقت پیرو یگان رویه های بیگانه نمیشه. شکرانه اینمی سرزمین کنیم، آب و خاک کنیم، شکرانه کنیم که آزاد هستیم. میخوایم بریم مسجد نماز مانا میخوانیم، میخوایم روزه مانا میگیریم، لیکن با سیاست با کاری دولتداری مداخله نمیکنیم. کردی در نزد قانون جواب. نامه سابق کارمندی بلند پایه مقامات قدرتی تاجیکستان فرستاده شده به اصلاح. بله، واقعا هم جناب گنرال خیلی خوب و همه آنچه که ما هر روز ها میگوییم دقیقاً گویا سخنان ما را برای ما، اما به شکل و شیوایی که از داخل حکومت معلومات دارد برایمان نوشته‌اند. سلامت باشید مرد جسور و غیور این ملت. وقتی انسان عمرش به جای میرسد میداند که امروز یا فردا سفر دارد. به خاطر این است که میخواهد قبل از رحلت، قبل از مرگش کار برای این ملت و مردمش کند، تا اینکه مبادا این سخنان نیک او در صفحات اعمال او نوشته بشود. ما افراد زیاد بازنشسته داریم که جنایات رحمانوف را میدانند و از بسیار از جنایات او آگاهند. از ایشان تمنا میکنیم که بنویسید تا اینکه جنایت نامه های رحمانوف در صفحات تاریخ این ملت مثبت بشوند و تا اینکه در روزهای از روزهای بزرگ این سگ بدمور ان شاء الله یا زاغ بدمور حتما به محکمه و مجازات عادلانه این ملت کشیده می شود. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید با امید پیروزی و دیدار در وطن عزیزمان و سجده شکر و نمازی فتح را ان شاء الله با هم در مرکزی کشور ادا خواهیم کرد. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.